دوستان عزیز سلام. ما امروز در خانه موزه استاد حبیبالله عبدالرزاقов قرار داریم و مهمان نوبتی برنامه روبرو هستند رژیسور مشهور تاجیک استاد برزو عبدالرزاقов. اولا من به شما مبارک میگویم افتتاح چنین یک خانه موزه پدرتونه و میخوام صحبتمونم از همین خانه موزه آغاز کنیم که ایده این ساختن چنین یک خانه که مثلا به یگان تابع یگان مقامات تابع یگان نهاد علمی و فرهنگی نیست، این ایده از کجا به سر عائله شما اومد و کیها این خانه بنیاد کردند برای خاطر روح استاد؟ این ایده اپای شرافت است. اون کس میخواستن که مثلا میتونستن این بین بچه ها تقسیم کنن. میراث پدرم است به هر حال. که از این پیش گویم که وقتی پدرم این کلکسیون جمع میکردن همراه اپای شرافت، پدرم میگفتن بعضی وقت میگفتن که من این کلکسیون از خارجی ها دزدیده در وطن میمانم. و خوب نمی بود اگر این از تاجیکستان بیرون میبرامد، چون سه برادری من در خارج زندگی میکنن، شهروندی اونجا هم هستن. ولی اما اپای شرافت گفتن بگذار ماند، یک خاطره ماند از پدرتان، بگذار همین موزه ماند، هم خانه شما شود، خانه دوستانش شود، خانه همکارسان و برادران و مخلصانش باشد و همینجا ماند که مثلا رفیقا بیاین و یادآوری کنن پدرتان، به هم شینید، قهوه نوشید، نمیدونم صحبت کنید که یک دو موزه نی خانه پدرتان، یعنی که جایی که میهماناشون شو قبول میکنید، جایی که محیط پدرتان باشد. گفت بگذار یک چیز میراث ماند به همه، تقسیم نشود و به همه یک میراث ماند که همین خانه موزه پدرتان باشد. و این خیلی ایده عالی بود، خیلی ایده عالی. و این برادرام یاردم کردن و پروژه این خانه پروژه برادرم شهبال و پسرم بهروز و دیزاینش هم از اونها است. بسیار زیبا هست. من میخوام یک چیز تاکید کنم که در اینجا کمتر از حیات حبیب الله عبدالرزاقوفی اکتیور و رژیسور است، ولی بیشتر این آثار مردمی، آثار زرگری و نقره، ساختن نقره و آثار آرایشی است. این کلکسیون از کدام سال پدرتان جمع کردند و آیا شما آگاه بودید که پدرتان سالهای دراز این کلکسیون؟ بله من میدونستم که پدرم جمع میکند. این یک قسمی اون کلکسیون است برادر، چون از اون فرنجایی که شما میبینید اونجا یک تاش آویخته شده است، اما از این فرنجی ها قریب 20 تای دیگر دارن. از فقط سوزنی های عصر 19 و از اون پیش شاید هم باشد و اول عصر 20 و میانه عصر 20 از اونها قریب 300 تای دیگر هست که اینجا جا نمیشه. ولی اگر همه اون چیزی که پدرم و اپای شرافت با هم جمع کردن یک کنیم، اگر 10 خانه کمی میکند. از این جامعه ها، از این فرنجی ها، از این سوزنی ها، از این نقرواری ها و از این کوزه هایی که پدرم جمع میکردن. بله برای همین پدرم دوست می‌داشتن این چیزا. بعد اینجا بعضی چیزایی هست که حالی من نمیدونم، اما از عمه هم هستن و هم از بیبی هم موندگی، از مادرشان. بله بعد بعضی چیزای باز عمه های دیگر هم آوردن، خاله های دیگر هم آوردن اینجا همراه کردن. این چند سال جمع کردن پدرتان و به فکر شما توجهشان به لباس‌های تاریخ، به لباس‌های ملی و به آرایشات ملی ما از کجا سر شده است به فکر شما؟ من راستی نمیدونم از کجا سر شده است، اما یک چیز من میدونم که پدرم مثل پاتریوت بودن. میدونید عجیب بود. از یک طرف جهلشون می اومد، از یک طرف جنگ میکردن، اما خدا نگه دارد که مثلا یا من یا یگان برادرم یا کسی دیگر در پیششون تاجیکستان تنقید میکرد. دادم خیلی وطنشون رو دوست می‌داشت، خیلی خیلی. میدونید و این مهر است، مهری نقره نی، مهری این چیزا نیست، این مهری وطن است برادر. این حسی پاتریوتی پدرم است که برای فروختن نبود. پدرم هیچ چیز نمیفروخت، پدرم جمع میکرد و نمیفروخت، چون فکر میکرد که اگر این خارجه رو بده تاجیکستان از یک چیز کم میماند.
ببینید درباره پدرتان بسیار جالب حرف میزنید. عموما کی شما درک کردید که یک پدری مشهور دارید، پدری اکتیوری مشهور، رژیسیوری مشهور و پدرتون یک شخصیت بسیار شناخته تاجیکستان کشور هستند؟ شما کی درک کردید؟ ببینید اینجا این سوال شما دو تقسیم میشد. من مثلا از اول میدونستم که پدر من آدم مشهور است، برای که چون مکتبی از شهر نو اینجا مکتب 53 گذاشتم و اونقدر خوانش خوبم نداشتم، همه وقت تأخیر میکردن من، میگفتن که الان پدرت این خیلی است، تو این خیلی مثلا تو پسری همین خیلی آدم نخود آدم 2 گیرد و 3 گیرد و شرمنده باشد، حیفی همون فامیلی که تو میگیری. خب اینو من بسیار میشنیدم و میدونستم، اما این تأثیری نداشت. میدونید این باعث افتخاری منم نبود. تا یک مدت وقتی که من میخواستم خودم فهمم که پدرم اکتری خوب است یا نه، و در شپرق خواب دید که ما سال 1999 در تئاتر کمال خوجندی ماندیم. این نمایش مشترک بود بین ما و بین اکترهای تئاتر کمال خوجندی. همون وقت من پدرم دعوت کردم و پدرم طلقت بیک بازی میکردن. من فکر کردم که پدرم راضی نمیشن، اما گفتن برای چی رفتیم و همون روز خیستیم و رفتیم خوجند. محبت ستاره و خدا رحمتشان کند، قربانی صابیر، من و پدرم، دیگر اکترها از تئاتر کمال خوجندی بودن. و برای من مهم بود که من در کار فهمم که پدر من چی قرب دارد، فهمید؟ نه اینکه چی میگن در روی پدرم. و همون مدتی 1 ماهی که ما در تئاتر کار کردیم، این تعریف پدرم نیست. مثلا من همچون کارگردان و من تعریف اکتر میکنم برادر عبدالرزاق فکلانی نه، بدونید همونجا من حس کردم مسئله نگاه به کسب، نگاه به دیسپلین کاری، کار کردن بالای راه، آمد و رفتن با کار و از کار رفتن، مناسبت با همکسباشون که از خودشون 50 سال خورد بودن. من به هر یک کاری پدرم نظارت میکردم، چقدر میبینن، چقدر سلام میکنن، چقدر کار سر میکنن، چقدر اون اکترهایی که تجربه ندارن کار کردن نمیتونن، اما پدرم چقدر یاردم میکرد به اونها. میدونید پدرم 10 چند از همه زیاد کار میکردن همون وقت، هرچند که رولشون وزبین بود، از روی فیزیکی وزبین بود، هم از روی پسیکولوژی وزبین بود و هم از روی فیزیکی خیلی باید میجنبیدن در صحنه. اما باور کنید یک بار اینقدر من پدرم دوندگی هستم، اینقدر تنقید کردگی هستم بین بچه‌ها. بله برای چی من اینو تنقید کنم؟ پدرم تنقید نکنم. بله باید همه دانن که برابرن. بله اما حبیب عبدالرزاق یک بار نگفت که بچه‌م تو فکر نمی‌کنی که این بچه‌ها چی میگن درباره من؟ این چیزا من باز یک کسی دیگر بدیدم، عطا محمد جانوف. میدونید وقتی انتیگونه کار میکردیم، عطا اکا از همه زیاد گپ میشنیدن از من هم وقت 29 بودم، 28-29 ساله بچه بودم. عطا کجا و من کجا؟ بله عطا اکا کجا و مثلا اون بچه هایی که نو استودیوی انسان تمام کرده بودن، همه یک کورس بودن بچه ها، همین فیروزه رحمان و آزاد و همین کورس، علایالدین عبداللهیف، همه ختم کردن و نزد من آمدن و ما استودیوی نیم جزیره شدیم و عطا اکا دعوت کردیم برای رول کریانت در انتیگونه. باور کنید عطا اکا هر روز گپ میشنید، اما یک بار عطای بزرگ یک بار نگفته است که برز جون خواهش میکنم با علاهیدگی با من گپ زن، پیش این بچه ها من آبرو من نریزم، نگفته است. اینقدر صبری عالی داشتن، اینقدر تکت، میگن تکتی بزرگ داشتن که من قائل بودم، تا حاضر من قائلم. این کار پدرم هم میکرد.
خیلی تاکتیچنی آدم بودن. میدونید همین مثلا آلمان رفتیم، مسکو رفتیم، گاسترول رفتیم، اینجا رفتیم، بار میکشاندیم پاییزدای گرمانیا مثلا یا فرانسه، دقیقه به ثانیه باران زیاد بود. من میدیدم که مسافری پدرم برابری ما بار میکشید، برابری ما بار میفروارد، برابری ما خوراک میخورد، برابری ما خواب میرفت. ما اگر زمین خواب میرفتیم پدرم هم زمین خواب میرفت. ما اگر در نموز کمیکای کوچه پاریژ و مثلا در گرمانیا و در بلژیک و در مسکو اگر در کمیک کوچه خواب میرفتیم پدرم همین کارا میکرد. هیچ وقت نمیگفت که برادرم من ببخشید من هنرمندی مردمی تاجیکستان هم از سینما از 70 گذشته است. یک بار برادر میدونید این چیز این تجربه برای من اثبات کرد که پدر من اکتوری خوب است. من میگم که بزرگ بودم، من میگم پدرم خیلی اکتوری خوب بود. همون روز برای خودم من امضا کردم که شکر خدا پدرم کاری نکرد که من دلم ماند. رژیسورها اصلا هم شیوه مختلف کار دارند. بعضی رژیسورها خیلی عصبی هستند و در صحنه خیلی سخت کار میکنند، بعضی رژیسورها آرام کار میکنند. ولی من هیچ تصور کرده نمیتونم که مثلا رژیسور پسر با رژیسور با پدر و مادرش کار کند مثلا و توازن نگاه داشتن بسیار دشوار است به فکر من. با دیگر هنرمندا مثلا در مقایسه گذاشتن، مثلا با دیگر هنرمندا جنگ کردن. شما هم با پدرتان کار کردید و هم با مادرتان کار کردید در صحنه. این برای شما چگونه احساس بود که مثلا شما همچون با مادرتان کار میکردید همچون با پدرتان یا همچون با یک هنرمند؟ برای شما نه دوستم، اینجا یک چیز هست، یک مکانیزم کار هست که مثلا تا شروع شدن کار مثلا ساعت 10 سر میکنیم، تا شروع شدن کار پدر است. بعد از که کار که سر کردیم دیگر همه برابرن برادر. اونجا چی مادری من مثلا تقوی اسفندیارم، بله چی تقوی اسفندیارم، چی مادرم، چی پدرم برابری همه کار میکنن. اینجا خیلی نیست که من بگم که این مادری من است و من باید مثلا تصمیم من پس کنم، این پدری من است من باید تصمیم کاری پس کنم. اینجا تکت نگاه دارم با اون اکتور تکت نگاه ندارم. نه برادر، کار که تموم شد باز پدر، باز مادر، باز همون مهربانی، باز همون حرمت و احترام، اما کار برادر. اینجا همه میدونید این کسب ما یک مثلا اگر همون کشتی ادیسه تصور کنید، بله ارگا، بله همه بیل میزنن برادر، همه بیل میزنن، همون که شیشتی برابری همه تو باید برابری همه بیل زنی. فرق ندارد چند ساله‌ای، فرق ندارد چی استاتوسی کاری تو چند ساله است، تو چی مثلا عنوان ها داری، چی اردن و مدال داری، فرق ندارد برادر. اون گرفتی اون بیل تو باید بیل کشی، باید کشتی همون ریتمی خودش کتی رود. بفهمید؟ برای همین اینجا اون چیز اون خطی پدر و مادر و پسر و فرزند، همین که تو گفتی که کار سر شد اون باطل میشد برادر. تو انجام کن. پدرتون و مادرتون استادای صاحب تجربه صحنه بودن، با کارهای شما چی نظر داشتن؟ چگونه بهاگذاری میکردن؟ مثلا اسپکتاکل شما تماشا میکردن چی بها میدادن؟ ببینید اینجا خیلی است که مثلا مادر هر پرولی منم میگفت عالی. خودم میدونستم که پرول هستین، من خودم میدونستم که کارم خوب نبود، ولی اما مادرم میگفتن عالی. چون مادر است وای، میدونید. اما پدرم که هم کارگردان بودن و هم اکتور بودن، 3+ گرفتن از پدرم برابری جایزه نوبل بود. من میدونستم که 5 است. بفهمید؟ آخران صحبت هایی که با پدرتان داشتم از آن اظهار نگرانی میکردند که سالهای آخر شما در تاجیکستان کار نمیکنید، امکانی کار کردن در تاجیکستان پیدا نمیکنید. اوما در این مورد با شما باری صحبت میکردند که مثلا همه وقت باری نبود که مثلا پدرم نگوید که برزوجای تو تاجیکستان است. من میدارم چقدر حرمت و احترام بیرون از تاجیکستان داری، اما وطنت هست، تو باید برای وطنت خدمت کنی. اما پدرم یک
طرف دیگری مسئله نمیخواستن ببینن، یا پرینسیپل رو نمیخواستن ببینن، یا درک نمیکردن، یا باور نمیکردن. من نمیدونم چی بود. مثلا پدرم قبول نمیکردن که برای دعوت پریروز از یک کس شنیدم که گویا وزیر فرهنگ گفته باشد که برزو بیاد و هر جایی که میخواد ما باید کار میدیم. این خیلی نمیشد برادر. اینا نمیفهمن یک چیزه که برزو بیاید نیست. برزو دعوت کردن در کار. از استرالیا برزو میوبن، از بلژیم برزو میوبن، از تاتارستان برزو میوبن، از پولش میوبن، از پریبالتیکا برزو میوبن، از کوچه رودکی تا رودکی برزو نمیوبن. یعنی که بیا هر وقت که میبینی طرفی ما، این گپ نیست برادر. من دینا با یک کس نقل کردم که مثلا از ماه سپتامبر من ماه اپریل یک نمایش دارم در یک مملکت. از ماه سپتامبر ماه اوگوست مصلحت کرده ماه اپریل، از ماه سپتامبر کار شروع شد. یعنی رسام کی میشد، کمپوزیتور، کاستوم چی میشد، دکوراسیون چی میشد. هر روز ما در چیزیم، در صحبتیم. حاضر من یکم ینور میرم، یکم نوامبر میپرم، باز در صحبتیم. کجا، چی، کی اکتور، کدام صحنه، مبلغ کار، مبلغ دکوراسیون، مبلغ رسام، هر روز صحبت میشد برادر. این خیلی بیا که چایخانه رایم نیست. این خیلی گپ. اینا تلفن میکنیم میگه که برادر عزیز شما همینجا هستید؟ بله من همینجا هستم. نمیتونید یک بار پیش ما بیاید و ما پیش شما رو مصلحت کنیم؟ این خیلی نمیشد. نمیبیایی. این چی معنی ندارد. هر وقت که اینا میگن که ما گفتیم برزو نمیبیاد، این نمیبیایی. همین خیلی است. یا طرفای ما نمیبیایی. طرفای ما ساید چند، طرفای ما با کدام مقصد، طرفای ما با کدام پلان، چی میخواهی؟ یک بار تلفن کن. تلفنی من در فیسبوک هست، تلفنی من در واتساپ هست، تلفنی من هزارها آدم در این تاجیکستان میدونند. خدای شکر مسنجر هست، خدای شکر تلگرام هست. یا نمیبیایی نیستی خیلی برادر. بیاد هر چیزی که خواد، بیاد هر چیزی که خواد نیست من در دوشم بیام. نه پدرم اینو قبول نمیکردن. من میگفتم تو بیا همینجا. من با کدام مقصد بیام؟ دادا چی گفته بیام؟ من پیش کی بیام؟ من پیش وزیرش را، من دو وزیر عوض میشد. من حتی نمیدونم نام این وزیرا چی هستن. وزیر گرجستان میدونم، وزیر قزاقستان میدونم، وزیر ازبکستان میدونم، وزیر قرقیز میدونم، وزیر لیتوا میدونم، وزیر استونیا میدونم، وزیر تاجیکستان کی است من نمیدونم. شاید به خاطر شما توجه ندارید به فعالیت مثلا ساحه فرهنگ در تاجیکستان؟ نه توجه ندارم. حتما البته توجه ندارم برادر. وقتی نیستم اینجا چی با کدام مقصد من باید توجه کنم؟ چی گفتم من توجه کنم؟ چی کار دارد؟ مثلا چی کار دارم من با تئاتر لاتی؟ چی کار دارم من با تئاتر جوانان که اونا با من کار ندارن برادر؟ توجه میشه وقتی من همکاری میکنم برادر. توجه برای چی من تئاتر الماتا و تئاتر اوزو توجه دارم، تئاتر جشنانه که تشکیل کردم توجه دارم. حاضر صحنه نو میکشم 5 نوامبر من دعوتی ام و من میکشم این تئاتر نو. چون توجه دارم برادر، چون که همکاری دارم، چون که هر روز زنگ میزنم، چون که هر روز از حالم خبر دارن. میفهمید؟ انا توجه از کجا سر میشد؟ در تاشکند با تئاتر دیدار، تئاتر با عالم جانکت، تئاتر الهام توجه دارم، چون که همکاری دارم برادر. چون که اونا زنگ میزنن و میپرسن. مستر کلاس هم میتیم، کارم میکنیم، صحبت ها هم میکنیم، با رسام ها کار میکنیم، با کمپوزیتور ها کار میکنیم، پلان های خودمون میکشیم برای سال 24 و 25 و 23. میفهمید؟ این توجه از این چی سر میشد برادر. توجه که من تئاتر لاتی میرم میگم السلام علیکم، میگن چیکار داری؟ میگم من خیلی آمدم. خب اومدی رو گرد برادر. تئاتر جوانان میرم از وقت من در اون نمیمونم. چی گفته من دارم؟ من کی گفته دارم اونجا برادر؟ شما میفهمید؟ وزارت فرهنگ من چی گفته دارم؟ السلام علیکم. من چی گویم؟ انا وزیر منو قبول کند. من چی گویم؟ السلام اپا من بکارتید؟ در صحبت های بیرونی کاری مثلا در یگان چهاربینی ها و مجلس و محفل ها بینمگر اهل فرهنگ تاجیکستان و اهل تئاتر بسیار نسبتشون مناسبتشون نغز، بسیار دوستا میبینن شما وقتی سلام علیکشون نغز، بسیار مهربان با شما، ولی در مسئله کار با شما همکاری نمیکنند. شاید به خاطر آنکه مثلا آنها فکر میکنند که مثلا تئاترهای تاجیکستان امکان شما دعوت کردن از لحاظ مالی ندارن، شاید از لحاظ مبلغ شما دعوت کردن نمیتونن. گپ در نیت است.
مثلا تلفن میگیری میگه که برجان یک بار پیش من بیا. ما آمدم کدام رابری تئاتر ایکس دعوت میکند میگه که برجان بیا. برجان من همینقدر مبلغ دارم چرا ندارم، من به یاردمی تو در کار است، بیا همکاری کنیم. عادل جان چی فکر میکنید؟ من میگم نه مبلغم زیاد کن. شما تصور میکنید که من گویم که نه من کار نکنم، این پول به کار نمیکنم، من باید $100,000 بیار. من میگویم همین گپ زبانم میگردد همین گپ گفتن. میدانم شرایط تاجیکستان و میتوانم همین گپ گویم. حتما من میبیم. حتما عادل اگر اون جرأت کند و زنگ زند. ببینید استاد این سال شما در تاجیکستان سال گذشته یک کوششی گذاشتین، یک اثر کردید با اکتورهای جوان، ولی اثرتون قبول نشد. من 2 ماه خالی داشتم و چند اکتور آمدن نزد من که برزا اگر خالی باشه دیگر به جایگان جسمانی. من که 14 سال در 13 سال راستی کار نکردم در تاجیکستان. گفتم با جان دی انا اون مسئله مبلغ برادر، بی مبلغ همین بی مبلغ برادر، هر چیزی که یافتیم هر چیزی که کردیم ما از کجا گرفتیم اون تخته‌های به هم زدیم و کمی مبلغ جمع کردیم برای خوراکمون. تمام. من پیراشکی یا سالاد ابید سالاد میخوردیم یا پیراشکی میخوردیم و با اسپاسی کار میشدیم. نه من مبلغ پرسیدم، نه اکتور مبلغ پرسید، نه دیگر کس مبلغ پرسید برادر. الان مسئله مبلغی گفتگی تو رفتیم کار کردیم و اگر که اجازت دید گفتنیم که مقصد اون بود که چرا منکورت برای چی منکورت من شد. وقتی که من اکتورای جمع کردم و گفتم چرا منکورت، من گفتم که برادران منکورت منم، چون فهمیدم و درک کردم که منکورتی که در رمان است اون اثر افته ایتماتوف است، درد دلی خود ایتماتوف است. اون نگفت است که قرغیز منکورت است، اون نگفت است که تاجیک منکورت است، اون نگفت است دیگه هر چیز منکورت است. اون دردی خودش بود، اونی که رفت و منکورت شد و خدمتی جوان جرانه کرد تمام عمر. اردن هم گرفت، قهرمان ملی اقتصاد ثالثی هم شد، لوریت لنین شد، هرچند که میدونید که کشنده‌های پدرش در قفاش است و خدمتگار همونا هم است. و من می‌رسه که منم منکورتم، یعنی عادل منکورت نیست، اون کسی که در قفای این کامera است اون منکورت نیست، من منکورتم. و من گفتم من درباره منکورتی خودم این اثر میمونم. اگر یک کس باز خودش ببینه در این منکورتی خب نه. و ما اون منکورت گرداندیم به منکورتی تاجیکی، یعنی که رمان روسی نوشته شده بود میدونید، ما اینا ترجمه کردیم و مادری تاجیک کردیم و پسری تاجیک کردیم که منکورت شد و چند جمله دیگر علاوه کردیم. اون چند جمله‌ای که وقتی من یک چیز علاوه میکنم عادل جان حتما من فکر از چه میگن ویرتوال میگن از استاد ایتماتوف اجازت پرسیدم. من گفتم استاد هم صحبتی خودم با خودم، من گفتم استاد اگر همین چیز علاوه میشد همین چیز درونی همین اثر هست، اما اجازتی که من همین کمی وسیع کنم. مثلا مادرش میگه که من به خانه میبرم، من این بچه ژانلمان خانه میبرم و بعد همونجا بود هوای خانه خوب میشد. من اونجا وارد کردم جوارچه دیه، گلاس و جرغات و چکه و شیریگا و حولیچه و علف خانه و چیناری نزدی دیه و اون چیزی که در میشود. بله خب باز یک دو شیرکی بچگانه خودم ای برچه که مثل من بیا دوان دکر مثلا این چیز اونا همچون در اون سپرافکایی که وزارت فرهنگ با امضای جانشین اول وزیر نوشته شده است، اونجا 2 یا 3 پونکت است. یکمش که اینا جوانب نشان دادن ممکن نیست، دومش که این کارگردان
اینترپریتاسیون خودش وارد کرده است که این ممکن نبود است. کسب من اینترپریتاسیون است برادر. اینا عیب من کردن. سومش که یا منکورد برای دوستی بین خلق خلال میرسند، یعنی بین روسیه و تاجیکستان. اینا نفهمیدن که این روسیه که ما امروز میگوییم این روسیه امروز نیست، روسیه سال 37 است برادر. و این روسیه دخل نداره. ما NKVD گفتیم، نگفتیم این روسیه. میفهمید؟ یعنی دو مهم مهنت شما برخدار رفت. بله، نه تنها این مهنت، این مثلا دیوانگی سال 93 مهاجران برادر، این یکمین نمایش. در ازبکستان هم یک اثرتون من کردند. اون فرهاد بشیرین بود. بله، فرهاد بشیرین این مسئلهش دیگر بود. مسئلهش اینجا مسئله سیاسی برداشتن. هرچند که ببینید عادل جان، همون وقتی که مثلا مهاجران برداشتن، من گفتم بیاید یک کار میکنیم برادر. شما که من به میبندید، من نمیدونم شما کی هستید. بیاید یک کار میکنیم، ما میبریم حکومت همین نمایشه قربانی صابر و ناظم نزدی حکومت نشان میدیم ما اینا، و 100% باوری دارم که خودی حکومت قبول میکند این چیزه. خودی حکومت میبیند و میبیند که اینقدر ما دردی تاجیکانه داریم. دردی تاجیکانه است. میدونید اینقدر ما عشق میریختیم وقتی این اثر میماندیم روی صحنه. میدونید بس. میدونید اما در تاشکند مسئله دیگر بود. مسئله فرهاد شیرین علیشرنوایی بود. وقتی که لنین از هیکلش گرفتن، لنین که برطرف کردن، به جای اون لنین سلام ماندن و اما ریشه ماندن و نامش علیشرنوایی ماند. ما در یک در سین شناس میشن که فرهاد شیرین، بلکه این از نگاه از لیلی و مجنون است، از جامی در سین شناس میشن. و همه واقعی که در ما بازی کردیم، همه واقعی که ما بازی کردیم در فرهاد شیرین در این صنف میگذرد. یعنی اون بچه ها بازی میکنن اینا. بفهمید؟ همین چیز قهرشان آمد. کنی اون سالا گفتن، کنی اون جامعه، کنی اون ریش، کنی اون فاش، کنی اون چیزهایی که ما مثلا کلاسیک ما ریش و فاش چی نکنه در سیم. این بچه ها نمش فرهاد زیاد باشد 17-18 ساله بچه است. اون شیرین 14 ساله 15 ساله دخترک است. چی دخل دارد سالا و کلا و واقع در ارمنستان میگذارد. این صلاحیش ما دخل ندارد با اون چیز. این بعد وقتی پرویز است، پرویز 2 است، اون وقت اسلام نبود برادر. میفهمید؟ این واقع پیش از اسلامی است. نه اینو با همون صلاح و فش رو دیگر بگفتن نه، ممکن نیست. استاد ببینید، برای چی در کشورهای پساشوروی، مخصوصا در کشورهای ما، تغییر یافتن نمیخواهند؟ برای مثال همون چیزی که ما یک زمان گفتید که از مثلا لنین ایدئال بود، در زمان ما مثلا به لنین یک سلاح میمونه، نریش میمونند و مثلا از یک شخصیت عصری میانگی دیگر برای مثال ایدئال میسازند. همین ایدئال سازی و پایبندی که کدام اندیشه های کدام دوره بودن، برای چی برای مردم های ما اینقدر مهم هست؟ چون جاهلان برادر. الان در ماتریسه ملی ما، مثلا در ماتریسه ملی بسیار ملت‌هایی که پس شوروی، الان تفکری سویتی نقش بسته است و اون برآورده نمیتونه، چون از این زیاد ندید. چون غیر از کرمل و غیر از روسیه دیگر چیز نمیداند. هر چیزی که میداند باید به پدرش گفته است، هر چیزی که میداند باید به مادرش گفته است. تو میبینی بچه سال 2003 تولد شده است، اسر تعریف میکند، ندیده است، نشنیده است، بویش ندیده است، برای که باباش گفته است. من عادل جان باز یک بار دیگر میگم، ما 2-3 روز پیش از این ما این صحبت داشتیم. بدبختی این ملت، بدبختی جواناش نیست برادر، بدبختی این ملت منسفیداشن. تشکر بر شما. این حرف من همیشه میگویم. این ملت ویران کرد موسفیداش، موسفید احمقش ویران کرد. میدونید موسفید احمقی که پیش دخان بودن، پیش خولیگن بودن، بنگی بودن، از درس میگریختن، بازور مکتب تمام کردن، بازور یک جا داخل شدن، همون هم نخواندن. وقتی شوروی
دزدی هم میکردن، غری هم میکردن، بعد بچه‌هاشون رو تربیت کردن. ای زور بود، ای شوروی بزرگ بود، بهترین بود. خدمت در ارمیای شوروی عالی درجه بود، دیدافشین نبود. اولین گپی که شما از همه بچه‌ای که از عسکری می آمدن، من نمی‌فهمیدم در اون مملکت گذشت، اولین کاری که سوالی که میپرسیدن چند بار زدن، فقط گپی زدن بود. چیچن اینا زدن، ما آذربایجانی زدیم، قزاق‌های زد، ما گرجی زدیم، گرجی‌های زدن، دیگر گپ نبود. و همین میبخشید دیدافشینی که در ارمیای ما دوام میکنه تا امروز، این دوام همون است. بله. برای همین میگم که این احمقی این ملت، ببخشید خداوند منه، احمقی موسفیداش است. موسفیداش که بچه‌های این نبیراشون و فرزنداشون این تربیت کردن، این خیلی بیسواد تربیت کردن. تمام مردم خوشش همون سالی 91 بست. هی افسوس انا کو استر میگردونیم. میفهمید برای چی ما روش نمیکنیم؟ برای که همه یا رسیه رفتنی است یا میخواد که استر شود. نه زبان فارسی بتونیم گردانیم، نه زبانمون رو مستحکم کرده میتونیم. نه ببینید یگان سوپرمارکت دوشنبه دارید، میبینید یگان اعلان تاجیکیه از در اومدید موسیقی روسی است، تمام اعلان درورگات نوشته شده است. میپرسی برای چی؟ میگم نمیدونیم، هم خیلی مدت گفتن. چی گفتم برای چی؟ خواهرم من با تو گپ میزنم تاجیکی، تو من به جواب بدی روسی. کسی میبینید قطعی روسی گپ میزنن، با زور گپ میزنن روسی، نیکی روسی گپ میزنن. ما هم خیلی عادت کردیم. چی معنی داره تو عادت کردی؟ برای در مملکتی که 99% تاجیک است، برای همین پدیزش آباد نمیکند. برای همین پروا نداره که زبانش چی شده ایستاده است، کارش چی شده ایستاده است، مملکتش چی شده ایستاده است، کوچه‌اش چی شده ایستاده است، مکتبش چی میشه، بلکه تمام کنه همین بچه ما روان. کی به فکر شما تاجیک محوری آغاز میشد که ما از همون وقتی که خطش میگرداند، وقتی که غرور ملیش میبرداد، وقتی که ایمانش میبرداد، وقتی تاجیک بودنش حس میکند. تا این چیز نشود اگر پاسپورت استر در ماینه‌اش است، برای همین خانه‌اش آباد نمی‌کند. برای این پروا ندارد تئاترش چی میشد، کینوش چی میشد، فرهنگش چی میشد، اتنوگرافیاش چی میشد، چیزی ملی جمع میکند. میفهمید؟ پروا ندارد برادر. انا اون پسیکولوژی ملی ما دیگر نه. اگر دیگر می بود مملکت آباد میکرد. اگر دیگر می بود بچه از روسیه و از دیگر جا دعوت میکردیم، کارشون کار میدادیم. اگر دیگر می بود بهترین کارگردانه از جهان جمع میکردیم، کاری که قزاق‌ها کرده ایستادن. میفهمید؟ بهترین کمپوزیتورهای دعوت میکردیم، کنسرواتوری من آباد میکردیم، انسان فرهنگ من آباد میکردیم، کوچه ها من آباد میکردیم، در من آباد میکردیم. در حقیقت جنت است این تاجیکستان. دیروز در فیسبوک بحث شد، یک نفر از خوجند نوشته است که من به اسپکتاکل نیرنگ‌های میسره رفتم ولی اسپکتاکل من معقول نشد. گفته یک دو سه اراده خودش از روی فهمیش خودش نوشته است. و یک نفر دیگر کامنت کرده است، شرح نوشته است که دیگر آخر تئاتر ما تو کی به این دراماتورگی سالهای 30 سر کار میگیرد، هم نیرنگ‌های میسره بعد هم و اسیان عروسان و دیگر چیزهایی که مثلا در سالهای 30 اکتوال نبودند، تو کی سر کار میگیرد. واقعا امروز تئاتر ما بسیار بحران سختی دراماتورگی دارد. ببینید عموما همین اثرهایی که سالهای پیش گرفته میمونند، سالهای 30 50 میمونند، با کدام شیوه باید اینو تهیه کنند؟ چون این اثرهایی هستند که همش ایدئولوژی بودند، همش اثرهای عادی جان همش یک ریشه دارد. چون کسی چیزی نمیخواد. میلیون ها پیسای خوب هستند، اما ما از حاشیه‌ای که گذراندن حمزه حکیم زاده، باز 4-5 نمایشی ازبکی، 4-5 نمایشی روسی، دیگر چیزی ماندن و خواندن نمیخواهیم. ما نمیخواهیم دانیم که دنیا چی مینویسد، در دنیا چی گپ است. نمیخواهیم برادر. این کریزیسی دراماتورگی نیست، این کریزیسی فرهنگی است برادر که به تئاتر زده است.
ما وقتی که میگیم تئاتر ما فکر نمیکنیم که مکتب هم همین حالت دارد، دانشکده ها هم همین حالت دارد، جمهوری اکادمی علوم هم همین حالت دارد، انستیتوت صنعت هم عیناً همین حالت دارد. میفهمید؟ ما فقط تئاتر میبینیم از جد تئاتر نه برادر. تئاتر همه آدما کار میکنن، همه آدمایی که امیدش از زندگی کنده است. ریشه همه این کریزی که امروز ما ببینیم امید کنده شدنش است برادر. امید نداره دیگر هیچ کس. برای همین هیچ کس هیچ کار کردن نمیخواد. همین آوردن ماندن میگیرد همین میماند. از وزارت گفتن ای میگفت بیا همین میگیریم میمونیم اوضاعشو نگیرن. تمام. رویم جستجو کنیم پول یابیم. نمیدونم از لیتوا رژیسر کارگردانی خوب دعوت کنیم. علی بیک از قزاقستان بیاریم. هیچ کس فکر نمیکنه دیگر، برای که میدونه که پول از یگانجا نمیاد، برای که میدونه که وزارت گپش گوش نمیکنند، میدونه که جای گفتن ندارد، چون با اون معاشی که کار میکند معنی هر روز کار رفته آمدن ندارد، چون عبیدش بر نمیرسد، پایش بر نمیرسد. از سر بیا از ساعت 10 بیا تا ساعت 8 بیگاه کار کردن معنی ندارد، چون میرد بازار میشیند، بچه‌هاش میروند کار میکنند، بچه‌هاش میروند مگازین میکشند، بچه‌هاش میرن افتر سنتر میکشند، اونجا کار میکنند. از اون همه اکتور از اونجا معاش میگیرن، از تئاتر نه، چون معاش تئاتر فقط برای رفت و آمدش نمیرسد، برای یک چای برای یک دو تا قند میرسد. تمام. دیگر از کجا میاد با امیده؟ همین حال دارد. چرا جان؟ برای امید گرداندن در کار، دل مردم گرم کردن در کار، کارگردانای بهترین آوردن در کار، دراماتورگی بهترین، جهان میلیون ها پیس نویسن صادر جان. اینا فقط گرفتن در کار، یافتن در کار، ترجمه کردن در کار، پولی نقد دادن در کار مردم، و که مردم پگه این مردمه. تئاتر یک چیزی عجیب و ساده. میفهمید؟ تئاتر همین پسخال اگون میگن، هر پسخه در مسجد حضرت عیسی در یروشلیم آتش میفراد و اون آتش در میگیرن و تمام دنیا پهر میشن. انمون تئاتر انمون آتش است برادر، کی گرمی آتش به تقسیم میکند. تصور کنید هر روز تئاتر من 400 کس آدم میبید، 400 نفر آدم تماشا میکند. قزاقستان بله 400 نفر تماشا میکند. 400 نفر همین خیلی میبرن از درون تئاتر، باز اون 400 نفر دیگر گرم میکنن. اون 400 نفر باز 400 نفر دیگر. هر کس اگر در خانهش 3 کس باشد، اگر این میبید این دل 2 کس گرم میکند، البته 1200 کس دلش گرم است. تصور میکنید همین ملت آباد میشد، همین ملت گرم میشد، همین ملت رشد میکند.